شما بگید که شفاف نمیگذرد. برای چی شفاف نمیگذرد؟ یگان دولت، یگان حکومت با کمیسیون انتخاباتی دخالت کردنش لازم نیست. کمبودی که در انتخابات 2015 بود بسیار دشوار است که این کمبودی تکرار شود. حزب کمونیست تاجیکستان این مسئله رو میگن که در برنامه جو کردگی بیش از اون ساختن کارخانه‌های صنعتی، یعنی کارخانه‌های خرد. ما اکنون با استقلالیت انرژتیکی دست یافته ایستاده‌ایم. آنها هدف‌های سیاسی خود را دارند. ما هم هدف‌های سیاسی خود را داریم. منظومه شرکت تاجیکستان خود انتخاب می‌کند که کدام کس امروز اعلان‌نظر است.